فریدون یه انگشت نداشت مادرزادی. انگشت اشاره دست چپو نداشت. ننه بابای خوبی داشت. خانواده درست حسابی. مدرسه خوب درس خوند. سفرهای خوب رفت. دانشگاه رفت. مهندس شد. اما یه انگشت نداشت. همین درد توی سینه‌اش بود. درد بدتر این که دختری که عاشقش بود به خاطر همین یه دونه انگشت نداشته بهش جواب رد داد. اونجا بود که هرچی فریدون کلاس موفقیت و عزت نفس رفته بود دود هوا شد. چند سالی گذشت و فریدون با دختر خوبی ازدواج کرد. میگفت خوب، چون فریدون رو با انگشت نداشته‌اش خواسته بود. بعد چند سال زندگی فریدون فهمید غم عشقش اونقدر دردناک نبوده و بی جهت عمری غصه‌شو خورده. درد بدتر این که هنوز بچه‌ای نداشت. تو هین و بین دوا و درمون مادر فریدون مرد. اونجا بود که فریدون فهمید درد بدتر غم بیمادریه. بچه نداشتن چه اهمیت داشت وقتی خودش گلی به سر مادرش نزده بود و الان حسرت روی حسرت تلمبار میکرد. بالاخره خدا به فریدون یه دختر سالم داد. همون لحظه اول به دستای بچهش نگاه کرد که یه وقت انگشتی کم نباشه. بچه بزرگ شد. پدر فریدون مرد. زنش مریض شد. فریدون پیر شد. دم مرگش به دخترش گفت ما آدما همیشه فکر میکنیم یک چیزی نداریم. فکر میکنیم خونمون کوچیکه، ماشینمون خوب نمیرونه، هوامون بده. اونی که خواستیمش رفته، عزیزمون مرده. اونقدر تو زندگیمون فکر نداشته هاییم که یادمون میره چیا رو داریم، کیا رو داریم. اونقدر حساب کتاب دل و عقلمون اشتباهه که چشم باز میکنیم و میبینیم ساعتهای آخر عمرمونه و حیف که کیف زندگی رو نکردیم. کاش 10 انگشت نداشتم اما کم غصه میخوردم. اون موقع کمتر هر روز میمردم. تو مثل من نشو بابا جان. زندگی هر چی باشه خوبه.